اولین آنباکسینگ PS5 طرح 30 سالگی پلی استیشن در ایران. بریم ببینیم که چی داخلش هستش. منتها قبلش یکی دو تا نکته رو بگم. خب ببینید این طرحهای 30 سالگی اینو قبلا طرح 20 سالگیش رو توی PS4 فت هم زده بود و اینا رو کلا سونی یه جوری قطره چکونی وارد بازار میکنه که سریع دلالا میان جمع میکنن و حالا با اینکه اخیراً یک سری سیاست‌های ضد دلالی گذاشته توی سایتش ولی کار خاصی نکرده. هنوز هم با دلالی این جنس‌ها فروش میرن. این مدل به خصوص هم محدودیتش 30,000 تا نسخه بوده که منظورش این نیستش که 30,000 نسخه از این PS5 و استیم بوده. کلاً 30,000 نسخه از تمام ادوات PS5 طرح 30 سالگی بوده. یعنی 30,000 تا نسخه شامل این که PS1 کلاسیکه، یعنی این که پلی استیشن کلاسیکه، 5 پرو، دسته اج و پورتال. آره دیگه اینا رو هم دیگه کلا 30,000 تا میشن. یعنی از این 30,000 تا نیست، شاید مثلا 12,000 تا باشه در مجموع. یه کار زشتی هم که کرده سونی اینه که نسخه درایو دارش نیست، کلا اسلیم دیجیتاله. الان اینجا میتونید پک اروپاش رو ببینید که از بغل ببینید زرد کلا مثل این پلی استیشن کلاسیک که زرده و مثل خود دستش. این حالا دو نسخه دیگه هم داره. یه دونه نسخه آمریکا داره، اینم پلی استیشن کلاسیک کوچولو گذاشتم اینور برای تزیین. یه دونه نسخه آمریکا داره که اینجاش خاکستریه و شاید به نظر خیلی نسخه خوشگل‌ترینه نسخه ژاپنش باشه، پک ژاپنش باشه که یه حالت زرد مثل سیاه‌سفید منتها سفیدش بیشتر مایل به مثلا زرد باشه. اونم البته توی تصویرم میتونید ببینید. اون به نظر خیلیا شاید هم به نظر من خوشگل‌تر از این باشه، ولی خب این طرحه برای ما نوستالژیک تره به خاطر اینکه PS1 هایی که تو ایران اومد بیشتر این رنگی بودن. این رو هم بهش میرسیم ولی اول بریم سراغ اصل کاری. خب آفیشیالی آنباکس شد. خب اولین نکته، این جعبه رو که باز میکنید میبینید که داخلش طرحه. این توی در جعبه‌های عادی خب نداریم همچین چیزی. اولین قطعه یک کابل برق که چیز خاصی نیست. دومین قطعه جروش عکس یک گیفت زده، ببینیم توش چیه. یه دونه قطعه اصل کاری که همش هم البته داخل این بود. یه نکته جالب داره اگر ببینید تمام پلی استیشن ها رو در طول تاریخ نشونتون داده. دیگه وقت اصل جنسه. خب آقا من اینا هم بهتون نشون بدم. این تیکه‌ای که بین این دوتا قسمت تخم مرغی هستش این مقواه، این تو نسخه عادیش نیست. یعنی سر این هم یه مقداری سلیقه به خرج داده سونی. و خود دستگاه و این قسمت بسته دیگه چیزی نداره. نه چرا بازم چیزی داره. باز هم مونده. این پوستر است. نه دیگه چیزی نمونده. اینو دیگه میتونیم بذاریم پایین. اینجا یک پوستر رو داریم، پوستر کلفت به این صورت 30th anniversary. قشنگ بود. این فکر کنم کاور پوستره بود که توش نبود یا من از توش در آوردم. این همون باز فکر کنم پوسته بیرونی کاور پوستره بود. خب اینجا کابل مابلا رو داریم و اون کابل خوشگله که میدونم منتظرش هستید. این کابل HDMI معمولی هست ولی روش باید یک 30 سالگی نوشته باشه. نه فکر کنم اون یه چیز دیگه بود. نه روش نباید 30 سالگی نوشته باشه. کابل HDMI معمولی هیچ. و این هم استند. خب این استندش که یه دونه سی هم اینجاش نوشته، استند فلزی هم گذاشته، باز دستش درد نکنه. این چیه؟ این پیچشه که خودت توش هم میتونی جا بدی. حالا کار فعلا بهش ندارم. این البته طرح روی اینا میبینید دیگه همش طرح داره و یک سی هم وسط این دایره مربع زدبرا جا داده. خب این تو دیگه چیزی هست. این هم آخریشه
این اونجاییه که گفتم سونی بیزاد بازی در آورد. فیس پلیتر رو داده با یک مربع در دایره وسیع خوشگل اینجا، انصافا امباس شده قشنگ اینجا. اینو داده ولی نسخه درایو دار نساخته واسش و درایو ها الان همه دست دلاله افتادن چون تعدادش خیلی بالا نبود و الان دیگه بخوای اون درایو رو بگیرید افتاده دست دلاله. راستی اینجا هم باز یه سی زده دیگه، هر جا گیرش اومده دیگه سی زده دیگه. خب اینم میذاریم اینجا. اینم کابل شارژ دسته که باز روش یه دونه طرح 30 سالگی زده که این باید بره توی اون یاروه که شبیه دست PS1 میکنتش. یه به اندازه کافی منتظر گذاشتمتون. اینم از خود کنسول. اینش رو من فعلا کاری نخواهم داشت. آره آنباکسینگ رو ناقص میکنه ولی خیلی بهم خورده نگیرید، خرید گرونیه. اینجا هم کارو خیلی قشنگ کرده، بالاخره واجب بوده. اینجا بازم اینجا یه دونه جا پیدا کرده که 30 سالگی رو بزنه. چی بگم، خب خوشگله دیگه. اینو میتونید توی دستگاه خودتون هم یه کارش بکنید. یه سری برچسبایی هستن که میتونید فیس پلیت رو در بیارید، اون تو بزنید که از بیرون که میبینی چون این سوراخه دیگه تو دستگاه عادی، فیس پلیت عادی، که از تو انگار مثلا هر چیزی روش هک شده باشه. اینم حالا یه کاری که میتونید انجام بدید. این پس کنسول اینجا، داخلش هم باز هر جاشو نگاه بکنید یه طرح 30 سالگی زده. حتی پشتش بغل پورت برقش بازم یه دونه طرح 30 سالگی زده. خلاصه دیگه نمیگم هر 30 سالگی زده، فقط یه نشونی بهش میدم. او مرسی. خب اینو من میترسم پاره بشه. این چیز است، این اون یارویی که تایپ سی رو میذارید داخلش که شبیه دسته PS1 بشه. اینم یک استیکر فلزیه طرح لوگوی پلی استیشن. اینم یه دونه لوگو ژله‌ای پلی استیشن، خوشگله این یکی انصافا. و یک سری کیبل تای طرح پلی استیشن. اینم کیبل تای ها که به این صورت میره توی این مربع. حالا من اینو خیلی چون یه ذره سفته که قشنگ بمونه اون تو، من این خیلی توش نمی‌کنم ولی این دور کابل میپیچن. دسته دسته چی راجبش بگم، فقط میدونم که اینجاها یک پترن دیگه ای داره. این تکسچر پشتش، این پشتم که نوشته پلی استیشن 30th anniversary، پترنش هم یه پترن دیگه ایه. پترن اون دایره زده مثلث هست منتها به یک شکل دیگه. این روش هم که دیگه دیدنی هاش رو دیدید، زیباست. همین رو فقط میشه گفت. دفترچه هم پروپیمون داره و رنگش متفاوته با رنگ دیگر دفترچه های PS5. مال 5 های معمولی سیاه‌سفیده، این خاکستریه. و این چیه؟ اینم یک حالت چی تو جعبه هستشه و طرز جا زدن اون کابل USB-C رو داخل اون انکلوژرش داره بهتون میگه که چجوری این کارو بکنید. اینش هم حواسم نبود که وجود داره. پس محتویات سوای ورق کاغذها و پوستر و دفترچه و داستان اینها، محتویات سخت افزاری اینها بودن. این پس از خود 5 اسلیم باندل 30 سالگی. بریم یه نگاهی هم به جعبه دستش به صورت جداگانه داشته باشیم. من اینجا دیگه تقریبا خلوت میکنم که آماده برای آنباکسینگ بعدی بشم. خب ادامه داستان. خیلی تاثیر خاصی نداشت ولی بالاخره ادامه داستان. اینم دسته طرح 30 سالگی. اینم همون داستان چیزی رو داره، همون داستان کنسولش رو داره از جهت پکش که همونطور که میبینید جاش طرح مرد داره. خب اینجا یه ذره احساس کنم میتونستن یک حرکتی با این جعبه بکنن، یه ذره حیفه. اینو فکر کنم اضافه گذاشتن یا اینم تو جعبه هست، اینم تو جعبه هست، اینم اضافه نذاشتن. همونه، تفاوتی نداره و همونقدر زیباست. اینم پس از این هیچ چیز اضافه نداره. هرچی توی کنسول چیز زیاد گذاشته بود، انصافا باید بگیم حداقل خالی خالی نذاشته بود بخواد همون کنسول با یه رنگ دیگه گرون‌تر بفروشه. یه 4 تا چیز گذاشته بود ولی دسته نه، واقعا چیز اضافه‌ای نداره. ولی خب واقعا نمیشه ایراد گرفت به طراحیش و حسی که میده. اینم از آنباکسینگ اولین PS، یعنی اولین آنباکسینگ، نه اولین PS5 اسلیم طرح 30 سالگی 100% به این شما اینطور نیستش ولی اولین آنباکسینگش میتونم بگم هستش. من قبل از اینکه این ویدیو رو بذارم همه جا رو چک کردم، نبود. نکته دیگه نمیمونه
ویدیو آنباکسینگ بود. تا جایی که میشدم توضیحات رو دادم. مرسی از همراهیتون. منتظر ویدیو دریمکست هنوز باشید و همین هفته آپلودش میکنم. با تشکر از بچهای پشت صحنه، به خصوص جواد که توی تهیه این ویدیو و این دسته و اون کنسول خیلی کمک کرد و میبینمتون.